من یک نفر شنونده و بیننده برنامه های ویسالی هست. میخواهم بعض گفته های خود را به این شبکه و این پیامگیر گذارم. و گفتنی هستم که لعنت بر همون خیل حکومتی که در ساعت 12 شب تنفروش ها و معتادهای او آزاد در کوچه های دوشنبه می گردند، اما کسانی که دارای ریش و سطر می باشند در روز روشن هم جرأتی از خانه بیرون برآمدن را ندارند. و سلام علیکم و رحمت الله.